خشونت و زورآوری در جامعه ما دامن پهن کرده است و نفرانی هستند که قربانی خشونت و زورآوری شدند. اکثرا زنان خشونت شده به مشکلی‌های مختلفی دچار می‌شوند. سبب خشونت زنان در عائله در چیست و چه راه خلاصی از آن است؟ هر یک سرنوشت فرق می‌کند. سرنوشت زنی که به خاطر بی‌خطریش از او فاطمه نام می‌بریم دیگر است. زندگی او در خانه شوهرش بعد مرگ شوهر دیگر شد. او را خواستند از خانه پیش کنند ولی او جایی برای رفتن نداشت. فاطمه با ما در خصوص سرگردانی و خشونتش حکایت کرد. من شوهر من کردم انسانی خوب بود. 18 سال زندگی کردیم، خودش رو نگاه میکرد، حرمت عزت میکرد. 4 کودک گفتیم، دختر ده بچه. مردکم 3.5 سال قصر میره. اپیراس کردیم، رو داشت بروردگی خیلی عذاب کشیدیم داد. بعد اپیراس 1 سال دیگه خودش رو صحت گشت. کی نه نشد خب ام کسال سازشی خیلی گذشته ایدنیو بعد گذشتنی او بعد خیلی دیگه زندگی چپا و راستش بگیم ده. به حد وزنیم بود. خیال کردم که در مینای راه موندم ده ندونستم کدوم راه دبرم 4 دقیقه نگاه نکردم ده در اون جدا کردیم که ما نمیتونیم برای خونده بشیم ده هم خونه ده هر گرم میگفتن هیوارم خیسنگلم اشکال از جنگ اول یک گو ای خونه من داشتم راست که یک گوسالچم دادن هم گوسالچه کلون شد خیلی گوساله کرد با وای اول گفتن که همون را برو ایمی خونه و گفتم خودم علف میدارم برایم کودکان بیست یک مثال کلون میشن یا جو داخل میکنم میفروشم یا استفاده میبرم نه گفتن بگی برام گویم اینجا خیلی علام کرد گیره که در رفتم گفتم چکنی می 18 سال من در اینجا خدمت کردم و این روز نخسر دارم نخشت من خیلی کردم خیلی گوه گرفتم رفتم که نه بعد جنگ سرش دکیش قلب که ختم ببرو برده ببرو برا خونه و چند برا 4 دقیقه ببرو برا خونه سایی بود همین زنکو را شوشون که مردن سایی باشون میگیرن نگهش میکنن همین عذابمون بگم 3 سال قریب 4 سال دوام کرد 4 سال حالی میبرمدم هر گام میگفتن تنها میکردن توبه میکردن که قیسنگلو میمودن خیلی میگفتن که صاحبدار آدم باید بروه نبسته روزی که ویا میمودم حالی هم برمدن نمیتونستم میبرمدم خیلی تنها و کنایه و خیلی میگفتن نمیره میگشتم حالی ده میگفتن که این در دنیای روشن میگرده و اکای ما در تای خوک خنک خیلی چی کنم کیرا میفوره که خونم ویرون شوه کیرا میفوره که بختم ای دست بروه چند بروها خود ما گفتم میرم ای دسته میره لای دایره دا میرم خود ما اول میکنم گوه وقت میشید میگفتم که برام خود ما رای ماشین دا پرتم با کودکان نمیفهمن خود بچه ما زد گفتم نزن بچه ما نوای کسلبانی خلاص شدم مخی او رامون با سر خود ما دایرگو میزنم قشلاقم برای خیلی کودکای یتیم یاردم کردن آرد میدادن روغن میدادن خیلی اشکال زندگی رزق ختم میتاده جماعت در راست دیگه رفتیم گریه کردم گفتم که همین کودکای یتیم همینجا حق دارن ایم خونه پدرشون یا نداشته باشن بگیرمشون برم کشانیان رفتم چیش میگن حکومت اونجا رفتم چند بار مراجعت کردم با اومدن دیدن شرایط من خیلی فهموندنش که مثال زنه 4 تا کودک داره حق داره بعد پیش پای سیوره رفتم خیلی مسئله گفت هیچ جا نره گوی خونه ده بشی شکر خیلی حوزه جنگ و جنجال چی شده خوزی سوزه که بگم ده دیگه نمیتونن سر کده هیچی نمیگن در مکتب فروش کار برمدم 460 اویلگ میگیرم کرتوها را 20 25 30 عروسی را مثال برای نگینه‌هاشون قیمت‌تر باشه با قیمت‌تر تو 40 50 سوم میدوزیم قشلاق ده خیلی ارزان‌تره این دوزندگی اول میدوختم قایق آدمو ده نمیدوختم فقط خودم ده میدوختم بعد زندگی مجبورم کرد دیگه آدمو ده هم گرفتم زکاس گرفتم دوختم سالی مردکم نودوده بود خداییش که دختر کلانی ما اسقلوش اومدن خیلی گفتم دختر به پدر نگاه کنیش آسونه نه باید دخترچه دیگری ماش توی کردم خودم ایست کاغذ بازی کردم که بچه‌ها مکتب اینترنت تغییر کنم برای گفتم جمعی گردن بیفایده مثلا گوش نمیکنن و در بخونن یا چی بخچونا بشون سوالشون هم سوزم میرم معلم‌ها مربیشون تعریف میکنن حوزی خدا را شکر خیلی تنش میکنم